بدون اینکه به پشت سرش نگاه کنه داره میره. چطور میدونی؟ بچه ها این موضوع خیلی مهمیه، نباید اینطوری در موردش حرف زد. بیاین فردا با هم بریم بیرون، من همه چیزو براتون توضیح میدم. چرا میخواین طلاق بگیرین؟ شما چطور میتونین همچین کاری در حق ما بکنین؟ از هر دوتون متنفرم. بابا حرفای مامان واقعیت داره. آره پسرم، میخوایم جدا شیم، جدا میشیم، ولی من هیچ وقت شما رو ترک نمی کنم. شما همه چیز من هستید. الان میخوام برم هتل، ولی به زودی یه خونه میگیرم که شما هم توش اتاق داشته باشین و هر وقت خواستین میتونین بیاین دیدن. حتما منشیت هم میخواد نقش نامادریشونو بازی کنه، نه؟ اینا رو به بچه‌هات بگو. نازان با تو خوشبخت نیستم، بس کن. این ازدواج خیلی وقت شکست خورده. گم شو. مثل سگ پشیمون میشی میری و دوباره بر میگردی اینجا، ولی در این خونه هیچ وقت به روی تو باز نمیشه، هیچ وقت. بچه‌هات هم دیگه نمیبینی. گم شو. مامان حالت خوبه؟ آره خوبم. مسعوده دخترم، بذار برات بالش بیارم یکم دراز بکشی. خیلی بهت زحمت دادیم آبجی فاطمه، انشالله بتونیم جبران کنیم. دخترم این چه حرفیه؟ کاری نکردم. ایلور چرا نیومد؟ کم کم پیداش میشه، تو راهه. مسعوده باید یه چیزی بهت بگم، ولی نمیدونم چجوری بگم. چی شده آبجی فاطمه؟ اون زنه که توی اتاق تو بستری بود یادته؟ یه چیزی بهم گفت. چی گفت آبجی فاطمه؟ بگو، نگرانم نکن. ایلولو دیده، وقتی میخواسته چاقو بده به پلیس دستشو تمیز کرده. نه بابا، چرا باید این کارو بکنه؟ حتما اشتباه میکنه. منم باور نکردم دخترم، ولی آدم هزار جور فکر و خیال میکنه والله. ساقه داری میری؟ آره. بیا تا دم در بدرقش کنیم. برای همیشه که جدا نمیشیم، فردا تو مدرسه همدیگه رو میبینیم. این نریمان از جون تو چی میخواد؟ چرا گفت بری پیشش؟ هیچی. یعنی چی هیچی؟ بگو ببینم چی بهت گفت. خونه رو دیده بود، میخواست بدون موضوع چیه. چیزی که نگفتی نه؟ نه به خدا نگفتم، ولی به هم یه پاکت نشون داد. میگفت همیشه تو کیفش نگه میداره و توش نوشته که خانواده‌ام کجا. بس کن تو رو خدا. دختر تو چرا داستانای اون جادوگر رو باور میکنی؟ اون هیچی نمیدونه. اگه بدونه چی؟ پس اینجوری هست. ساغر
اگه همینجوری پیش بری هممون رو لو میدی. منم با دستای خودم میکشمت. سکون نکن، دردم اومد. بس کنین دخترم. مثلا میخواستین منو بدرقه کنین. همه اینا تقصیر اون مارال فضوله. خیلی خوب، اونو دیدی؟ حداقل دهنتو ببند. حتما باید بره همه جا جار بزنه. الان که به گوش نریمان رسیده، تا تحتوشو در نیاره هممون رو بدبخت نکنه دست بردار نیست. همه اینا تقصیر منه. این دیگه من و تو نداره. عذاب وجدان نداشته باش. از اول با هم بودیم تا آخرش هم با همیم. خب این پرورشگاهو فراموش کن. فکر کن اصلا اینجا نیومدی. همه اینا یه کابوس بوده. من مطمئنم که یه روز خانوادت رو پیدا میکنی و خیلی خوشحالتر از من از اینجا میری. ممنون. جمره نیست؟ داشت تو حال خودش قدم میزد. ولش کن، فردا تو مدرسه میبینیش دیگه. ساغر بیا حداقل تا صف اتوبوس باهاش بریم. بیا. مامان اسم داداشمو چی بذاری؟ بذار عمو کمال بیاد، اسم پسرش خودش انتخاب کنه. آبجی اومد. صبر کن. مامان نتونستم زودتر بیام. مدیر پرورشگاه بهم گفت که چرا دسته چاقو رو تمیز کردی؟ چی؟ اون چاقویی که از تو ماشین کمال پیدا شده بود، قبل از اینکه بدی به پلیس دستشو تمیز کردی؟ نه. قسم بخور. تمیز کردی نه؟ ای خدای من. مامان راستش من اثر انگشت کی رو اون چاقو بود؟ تو میدونی که برای سر کمال اومده مگه نه؟ حرف بزن. نکنه شوهرمو زخمی کردن، شایدم کشتنش. کمالم کجاست؟ پدر بچم کجاست؟ مامان خواهرمو نزن. اینقدر که نگران اونی نگران منم هستی مامان. هیچ فکر کردین تو اون پرورشگاه چی کار میکنم و چه بلایی داره سرم میاداره؟ اصلا یادت هست که مادر منم هستی؟ خدا اون کمال لعنت کنه. خفه شو. مگه چی کارت کرده اون بیچاره؟ بهت گفتم اما تو باور نکردی. بازم باور نمی کنم. کمال من هم چی کاری نمی کنه. خواهری چیزی نیست باش. اون همه سال براتون مادری کردم، بدون پدر بچه بزرگ کردم. اولین بار کمال موهامو نوازش کرد. اولین بار اون بهم گفت عزیزم. گفتم بذار یکم من خوشبخت باشم، ولی تو همینم به من ندیدی. تو به مادرت حسودی کردی و به خاطر حسودیت به من و کمال به شوهرم تهمت زدی. که تهمت زدم ها؟ اون کثافت به من. مامان نزنش. من نمیدونم چه بلایی سرش اومده. تو برای اون